پناهم بیده خسته ای را آمدم نگاهم مکن غرقی گناه آمدم شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم نگاهم مکن غرقی گناه آمدم راه خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدم شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمدم شاه پناهم بیده خسته ای را آمدم. نامه ها از سنگوار، اسفره، دوشنبه و ولگگرد تشکیل دادند. از سنگوار یعنی طویلدره درباره رئیس ناحیه، پرخوری و فشار و استبداد ساختارهای قدرتی که اکثریت از بچک‌های بالا اند نوشتند به اصلاح. بله، عجیب این است که نامه آمده از اسفره درباره روی راست شوی پرخوری و پرگیری حکایت میکند. برای مثال نویسنده این نامه می نویسد و شکایت من از آن است که در شهر اسفره روی راست پاله طلب میکنند و طلب پاره یک نمود مود شده است. مثلا من پاره‌دهی را کاری بد حساب میکنم، چون که پاره دهنده و پاره گیرنده هر دو در آتش دوزخ میسوزند. کارمندان دولتی از معلم و معلمه ها، مکتب سرکرده تا دکترها و مدسسترهای بلنیسه ها، مخصوصا رادام، گایشنیک ها و بوزهای او دستورینیدار، شتاتنیک های شستای عدل که به نهایت بسیار شدگیان پاره میگیرند. و در قسمت دیگری نامه میخوانیم که مثلا در ردام شهر اسفره کارمندانش روی راست پول میطلبند یا بیمارخانه مرکزی پول برای هر چیز، برای زایاندن، برای پریچتکه، دست پوش، برای بومگه، برای اوبارشیتسه، برای کراوت جای خواب، برای لامپچکا، برای دکتر، برای پرستار، برای همشیره شفقت که کودک را تا دم در دستش می آورد، طفل نوزاد را پول میکند. مؤلفی نامه دوشنبه تحت عنوان گروه نو از حالتهای دزدی و قتل در کان طلای شهناوی خوالینگ نوشته است: ریاست این کان را امردین نخشوف پسر خاله رستم امامعلی در اختیار دارد. درباره امردین ما مطالبی کم چاپ نکرده ایم و حالا باز با یک دو معلومات دیگر از بدکاری های این نفر که در این نامه آشکار کرده شده است با خبر می شوید. از جمله درباره کشتار 6 شهروندی افغانستان. مؤلف همیشگی ما از ولگگرد با انتخاب یک مطلب از سامانه نشریه SSSR با مؤلف آن واردی بحث شده است. بحث درباره چی مسئله است را در نامه او خواهید فهمید. نامه اول این برنامه از طویلدره یا سنگوار. سلام علیکم. محمد اقبال صدرالدین، برادر مبارز راه حق از سنگوار رو با شما آوردم. من یک کارمند یکی از مقامات ارگان قدرتی تاجیکستان هستم. میخوام درباره جنایت‌های مقامات سنگوار برایتان بنویسم. درباره نفر با نام و نسب سیمودین گدایف، رئیس خدمات اجرای جزای جنایتی ناحیه سنگوار، از شما خواهش میکنم که نوشته مرا در برنامه نامه‌ها جای دهید. سیمودین گدایف زیاده از 25 سال می شود که در مقامات کار و فعالیت می کند. نام برده یک شخص پرخور و زیناکاری حرام خیشتک است. برای وی وظیفه دولتی یگان اعتبار ندارد. سیمودین گدایف چندین دخترانی را که از شوهرانشان به جهتی ناسازگاری عائلوی طلاق میگیرند مدام فریب انداخته و وعده های بر دروغ داده با آنها رابطه های شهوانی برقرار میکند. قبلا هم درباره سیمودین گدایف در برنامه نامه ها از ناحیه ها شماره 136 نوشته بودند از طویلدره، اما یگان اصلاح نشده است. برعکس باز گفته است که من یک کاری بکنم کدن میگیرم، در کار شوه میکشم، در کار شوه تجاوز میکنم، من گبزن شزدگیم، در کلان سوما دادگیم، با دختر کلان آزادم و
همین چند روزی پیش 14,000 دلار و یک فلک اصل تازه برده رساندم. آنچه درباره‌اش در برنامه 136 نامه ها گفتید 100% راست است. وی بیش از 560 زن را خانه ویران کرده است. لا حول ولا قوت الا بالله. از آن جمله در نورآباد، اما باز هم کار کرده ایستاده است. دخترانی که وی به ناموسشان دست رسانده است هست نوار و ویدیوهایشان که در بیمارخانه ناحیه سنگوار یکی از این حادثه های روی دادگی. نام آن دختر ره، نام پرش را خوب نگوید بهتر است. بله، سیمالدین گدایف یک پرخور است. منصب دولتی را به نظر نگرفته به واسطه ناظر منطقوی سنگوار اوچسکوی جوان را مجبور کرده پول می‌ستاند. مثلا به بهانه لایک یک دختر از سیمالدین خیلی شکایت کرد. سیمالدین گفته است که بیا کارت بود میشود، بود میکنم، اما اول بیا با من. خوب دیگر همین کارا بکن. با این دختر من وا خوردم و آنچه را که گفت نوشته ایستادم. وای به من نقل کرد. برادر محمد اقبال درباره طویلدره کم می نویسند، ولی من این را گفتنیم که این پلید نامرد از کار و کردارش باز افتخار هم میکند و میگوید که فلان دختره که فلان خلق کردم. این سیمالدین گدایف اصلاح نمی شود. رئیس های گذشته هم پاره می گرفتند، اما طوری که مردم نفهمد. اما این روی راست پاره طلب میکند. در پاره‌گیریش غیاس پام پرکروری ناحیه همراهش است. انیخترش سابق آدمچی پرکرور فعلا غیاس در شهر حصار کار و فعالیت میکند. همه مقام و منصبداری که طویلدره می آیند با زبان خود میگویند که عجب رایان زورای برای پل کار کنی. در همه ساختار ناحیه شعبه وزارت کارهای داخلی، امنیت، پروکراتور، کمیسریت حربی، سود پرخوری در اوج علا می باشد. اکثریت در این نهادها را به شکل‌های بالا اشغال کردند. افسوس که میرزا جگه نیست که اینها را در جایشان شناند. همان میرزا جگه‌ای که یتیموف را یک شپلاق زد و عبیدالله را هم زد. من خودم شاهد بودم که پرکرور ناحیه سنگوار را که یک لقب بود، میرزا جگه در یک مسابقه والیبال از گردنش گرفته فشار داد. رئیس ناحیه همت غیرت توف را قشقار گفته فریاد میکرد. اینجا برایتان یک معلوماتی آشکار نگردیده را میگویم. قاتل میرزا جگه در جنگ رحمانوف و پامیر در سال 2012 کشته شد. خدا میرزا جگه را رحمت و مغفرت کند. این ظهور و غیرت ناحیه را به یک فسادخانه مبدل کردند و همین محمد غیرت سپارش داده است که برای من دختری صنفی 10 بیارید. من شبیدگیم این ناحیه را تا که یتیم سر کار و زنده باشد من هر چی میخواهم کردن میگیرم. انای کلی غیرتم سرک است. سال 2024 برادرزاده همین رئیس ناحیه عبید غیرتوف که معاون میلیتسه در ناحیه نورآباد کار میکرد با اتهام فروختن سرباز از جانب مقامات بلندپایه دستگیر شده و از وظیفه آزاد کرده شد. اما امروز در طویلدره است. طویلدره یک ناحیه بود که بیشتر مجاهدها از آنجا بودند و مردمش حلال بود، اما حالا یک ناحیه سراپا فساد زده و کروپسیونی شده است. حالا مردم به یک دیگر فروشی و بوزی مشغولند، چون که سیاست دولت چنین است. بوزهای بسیاری مقامات یعنی نشتتنیک ها از جماعتی وحدت ناحیه سنگوارند، از وخیا چلدره و خود طویلدره می باشند. یکی از بوزهای نشتتنی اسمتچه است که از خشلاق لاچور می باشد. برادر محمد اقبال متاسفانه شماره‌اشان خیلی زیاد شده است. من اینترنت را کم می فهمم. همین سیمالدین گدایف که الحال در وظیفه کار میکند پاره‌خوری حرفه‌ای می باشد. روی راست پاره طلب میکند. برادرانش باشند به پسردنیکی مشغولند. خیلی زیاد جوانها را فریب کردند. از آنها حتی در روسیه پول گرفتند برای رهایی از عسکری، اما فریبشان کردند. در سنگوار پاره‌گیری در لوبای مقاماتش آشکارا و بسیار است. برای سرتیفیکت زمین در کمیته زمین، برای یک لایک یاریش در کمیته امنیت و شعبه میلیسا قریب 8,000 دلار یک نفر را گرفتند. دلیل دارم برای این گفته هایم برادر محمد اقبال. التماس من تا یک ماه اینترنت در آمده نمیتوانم، ولی شما نامه را نشر کنید. یگان کس نمیفهمد من با شمایم. اینجا ما چند نفریم که با شما هستیم، اما مجبوریم که همه این حالت های ظلم و بیداد بالای مردمی طویلدره را دیده تحمل کنیم. یک چیز دیگر را گفتنی بودم. میبایست که در مقامات ناحیه سنگوار تغییرات به عمل می آمد. در شعبه وزارت کارهای داخلی باید در ماه اپریل به جای سردار میلیتسیایی که شخص با نام سینبی ایستاده است نفر دیگر می آمد.
و همین خیال در ماه ایول سال 2025 به جای رئیس ناحیه معاونش می آمد، یعنی محمد صالح می آمد. این محمد صالح قریب 1 میلیون سومونی تیار کرده بود است، ولی کار را برادر غیرت و عبید تشکیل کرده است که فرزندی محمد صالح محمد صدیق را در یک مکتب شهر دوشنبه توانستند با یک دختری صنفی 5 خان پستاوه کنند. گویا فرزندی محمد صالح این دختر را تجاوز کرده است. فرزندی محمد صالح را دستگیر و 7 ماه در سیزای دوشنبه محکم کردند. بعد گرفتن 75,000 دلار محمد صدیق بچه محمد صالح را آزاد میکنند. 75,000 دلار، سبحان الله. این بچه عین زمان در مهاجرت مهنتی قرار دارد و فعلا در روسیه با همین کار محمد صالح خفا ماند. برای کرسی رئیس ناحیه سنگوار 3 کاندیدات پیشبری شده است. یکی از کاندیدات ها عالمزاده عبدالله بوده است که خش و تبار کلش کرجان ظهور می باشد که در اگنتی ذخیره های مواد عضوخواری کار میکنند، لیکن من باور ندارم که این غیرت‌ها با آسانی وظیفه را سپارند. خوب برادرانی که از طویلدره هستید، دیده استودید، نویسید هر چیزی که میبینید تا اینکه بیشتر، یعنی که از ظلم هایی که میشود بالای شما، حتما نامه های شما مینویسید، آنها از ظلم یعنی توقف میکنند اگر چند ادامه هم دهند، نه به این شکلی که حالا آشکار است. نامه دیگر از اسفره. السلام علیکم برادر راه حق، محمد اقبال صدردین از اسفره می نویسم. از اسفره که مردمانش مسلمانی متدین و حلال خور و پاک دست بودند، اما امروز با کثافت این حکومت رحمان و وضعیت تماما دیگر شده است. شکایت من از آن است که در شهر اسفره روی راست پاره طلب میکنند و طلب پاره یک نمود مود شده است. مثلا من پاره دهی را کاری بد حساب میکنم، چون که پاره دهنده و پاره گیرنده هر دو در آتش دوزخ میسوزند، یعنی الراشی و مرتشی فی النار. بله، حدیث صحیح است. کارمندان دولتی از معلم و معلمه های مکتب سر کرده تا دکترها و مدسسره های بلنیسه ها، مخصوصا رادام، گایشنیک ها و بوزهای اوداسویرینی دار، شتاتیک های شستای عدل که به نهایت بسیار شدگیان پاره میگیرند. مثلا در رادام شهر اسفره کارمندانش روی راست پول طلب میکنند، یا بیمارخانه مرکزی پول برای هر چیز، برای زایاندن، برای پریچت که دست پوش، برای بوماگا، برای اوباشیتسا، برای کراواتی جای خواب، برای لامپچکا، برای دختور، برای پرستور، برای همشیره شفقت که کودک را تودمی در دستش می آورد، طفل نوزاد را پول می کنند. مقصد گپ این که در تولدخانه از هر یک قدمت، هر یک نفس کشیت پول می طلبند. مثلا تفل و چاینیک و همه چیز از آن خودت، اما برای آن که آب را جوشاندی و چای کردی پول زده است، شاچک پول طلب میکنند. از ترش و رش سر کرده تو اوبورشیتسا برای سپرافکا که میدهند، برای کارتای تیبی که میکشویند پول میگیرند. ولی اگر در آنجا دختر یگان کمی پولدار یا بوزهای اوداسویرینی دار بستری شده باشد، آنچنان با زن و دخترهای آنها و کارمندان تیب چاپلوسی و خشامتگویی میکنند که با آتای خودشان و فرزنداشون در عمرشون کردگی نیستند. مثلا من برای زگرم پاسپورت سپاری رفتم. در آنجا کارمندان عدل هر یک تاش به خودش طفقه خود را دارد. باور کنید که به نهایت به انصافند. اگر نرخ زگران را پرسی، آنها که در ورقه نرخ خودشان را نوشتگی همان را نشان میدهند. 3 روزه، 7 روزه، 10 روزه که هر کدام استفقه گوناگون دارد. پول دولتی که آن را در امانت بانک میسپاری دیگر، پول استفقه آنها دیگر. اگر کارگر کروپسیا را خپیدنی شود، باید در نزدی پاسپورت نستول، بلنیسا، مکتب، نزدیکی های گئی که در راه می ایستند در آن جاها ایستند و جستجو کنند. انا آن وقت رزولتات ها 100% می شود. اما اینها می روند یک کسایی را می خپند که هیچ یگان تأثیر ندارد. و یک چیزی دیگر، در آن رحمان و فرنگی چارپا هنگس می زند، آب گفته و واهمه می کند که تاجیکستان پری آب. اما در خود شهر اسفره چندین شهرک و دهه‌هایش از آب آشامیدنی تنخیصی میکشند. آب را با ماشین خریده میخورند. در شهرک سامانیان شهر اسفره مردمش از آب سخت تنخیصی میکشند و عذاب دارند. زیاده از 4000 خواجگی و زیاده از 3200 عائله زندگی میکنند. مثلا احمد قلندرov که در آن وقت دمکان بود، حالا هم دمکان باشد، عمیق نمیدانم، تقریبا 1.5-2 سال پیش از هر یک خانه از 300 سومانی، از بعضی ها تا 500,000 سومانی و بسیارتر هم دارد جمع دارد که آب از زیر زمین میبروریم.
با کامپیوتر عمیق کردیم که آب هست. گفتم مردم رو فریب دارد. یگون خیل و یگون چکره آب از اونجا نبرآمد. اگر کسی از آب و پول پرسد، قلندرов احمد در حال با تهدید میگذارد از اون پول خلق چریده گشته است، رنگ چارپا، لبای مقامات رو زدگی، من گبزن شه فلان میکنم میگوید. اگر پروکراتورا، امنیت، کروپسیا با سوگند خودش صادق باشند تفتیش کنند، نه اینکه با کابینت ها فریاد کرده ترسانده و سطحیت میزنیم گفته پول و پاره نگیرند و بینند. مثلا در شهر اسفره کارمندان اور و گلاون راست، شستای عدل و دیگرهایش در نزد مغازه ها، بازارها و مرشودگه ها میگردند. اگر ریشه ماندی که یک کمی دراز شده باشد در حال با سومکنی شروع میکنند. سوم را که گرفت باز تو را تاکید میکند قسم خور که به هیچ کس نمیگویم. زن طلاق قسم خور میگوید. در شهر اسفره کارمندان شستای عدل و امنیت و اور کافتکا به جنایت چنان بسیار شدگیند که خیال میکنی تمام جنایتکار در همین شهر اسفره جای گیرند. باز طلب میکنند که تلفنت را ده پروورکه میکنیم. آخر تلفن را به اجازت سود چرا طلب میکنید و آن باید در حضور صاحب آن تفتیش کرده شود، نه اینکه با ترساندن. ابوزهای او دستورینیت دار به اسفره به همون وظیفه تو با یک پشمی مایه خر نمیارزی. برادر، از بس که من از ظلم و شکنجه های بوزهای او دستورینیدار خسته شدم، بر روسیه هجرت کردم. خوب واقعا دهشت است. دیگر آنچه که میبینیم همین است دیگر وضعیت، چون حکومت رحمانوف است. تا وقت رحمانوف است این چیزها حتما یعنی ادامه پیدا میکنن. نامه دیگر از دوشنبه. سلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین. این نامه را یک تن از گروه نو از شهر دوشنبه برایتان ارسال می‌دارد. بگذار حالا درباره گروه نو چیزی نپرسید و حالا این معلومات ها را از ما قبول فرمایید. آخر سال 2024 صابر شاگرد امردین نقشوف رئیس کان طلای شغناف از کان طلای مذکور با مبلغ 1,600,000 دلار طلا برآورده است. چطوری که سهراب رحمانوف شاگرد دیگر امردین نقشوف در یک صحبت بین دوستان گفته است، این صابر امردین رنگی قیل تا داده است. همه معلومات را نادرست با امردین میده. با گفته سهراب در سال 2022 در شغناف با فرمان امردین نقشوف 6 نفر افغان را که امردین نقشوف را فریب داده با جای 200 کیلو گرین 100 کیلو آورده بودند به قتل رساندند. با گفته سهراب رحمانوف 3 نفر از آن افغان ها را صابر گردنشان را میزنند، 3 نفر دیگرشان را پرانده جسدها را برده در کان طلای شغناف گرانده در بالایشان بتون میریزند. یک هم قشلاقی صابر که از این کارها خبر دارد با صابر آن وقت گفته بود که نمیترسی که کدام روز امردین تو را هم عبرت میکند، چون تو اینفرماسیا بسیار میدونی. صابر در جواب گفته است که امردین ایمن میترسه. من همه خزاپیسا و ویدیوهاش دارم که پاجیز نیش میتن. امردین مرا دبرش برای یگان وقت رستم امامعلی را عبرت کردن موندگی میدونه که ای دستی من همه کار میویا. خوب دیگر انا امردین قطعی گفت گپا شاگردای برحمش. معلومات دیگر: حسن آریان بانک چند وقت است که از تشخیص ها گذشته ایستاده است. میگویند که او را برقصد چرز عروس گرفتار کسلی سیرتی کرده گیند. چطوره که واحد شاگرد حسن آریان بانک نقل کرده است، رئیسه با یک عروس یوشی تنج کدام شناس کرده بود. قریب 6 ماه رئیس قطیش بود. بعد یک مزه رئیس یعنی کمی حسن گریخت. رئیسه با فکر من یعنی سپیچ دیگه گفته است واحد شاگرد حسن آریان بانک. آخرون وقتا رئیس سخت عصبی و بی‌نصره میای. پیدا غمش میداد است. این عیب خود شاید حرامگری و حرامگردی زیاد میکند، هر خیل کسایی را میقپد. گفته است واحد شاگرد حسن آریان بانک. انا که گفته گپ سپیچ دگشتم گیری. الله لعنت کنه شما به ایمان را. خوب، نامه دیگر از ولگگرد. السلام علیکم استاد محمد اقبال صدرالدین. این بار من یک مطلب را از سایت سیسیسر گرفتم. این مطلب را آمرانه سیاف تصنیف کرده است. راستی گپ نفهمیدم که مصنف آن را از نقل کی تصنیف کرده است و یا اینکه فکر و عقیده خودی اوست. مطلب من ضد اسلام نه ضد خرافات هم نام دارد که در تاریخ 2 ایون سال 2026 چاپ شده است و در روحیه ضد اسلامی مؤلف اگر چندی میخواهد خود را مسلمان جلوه دهد آشکارا هویدا است. من این مطلب را پره نمیآورم و از آن چند اقتباس پیشنهاد مینمایم تا مراد مؤلف معلوم گردد. خب، برای مثال مؤلف مینویسد یک خدا، یک قرآن و یک پیغمبر و 114 سوره تمام. دیگر حاجت به قسمت کنی نیست و نباید باشد. ببینید وقتی اسلام در 50 سال اخیر
انسان کشت. البته متعصبان رو در نظر دارم، اسلام در اینجا گناهکار نیست. خلقها از اسلام قیماب شدگی‌اند. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، اما کار فنت ها میکنند مگر آبروریزی اسلام نیست. در تاجیکستان ما اینها 150,000 نفر را کشتند، همزبانان خود را. خوب، من پرسیدنیم که پس پشتیبانی فرانت خلقی، تیاره های جنگی ازبکستان، اسکرهای ارتش روسیه و خود فرانت خلقی چند هزار را کشتند. شما از کجا اثبات میکنید که 150,000 را اینها یعنی اسلامی ها کشتند؟ واقعا درست میگه. هر کسی را که امیر رحمانوف اعلام کرده که ای کشته است امی کشتن، همش خودشون کشتگیان. چرا؟ چون که قاتل رحمانوف وقتی ایمان نداشته باشی مسلمان قاتل نیست هیچ وقت. مسلمان الله در 114 سوره که گفتگی امیرانه سیاف خوب گوش که انا الله گفته است کسی که آدم میکشه پس جزای او همیشه آتش جهنمه. اسلام همه وقت زیدی آدم کشیه. انمو پیشوای شکمدم گردن بلانگزی لعنت کرده الله به اصل به نسبی به خواند انمو قاتل. پس انمو را بگو ایگا پورا مسلمانو را نگو. نه الله گناهگاره، نه قرآن، نه اسلام، نه اون کس گناهگار نیست. قاتل رحمانوف است. اما خاطر ایچ چیزای تو همش به همو است. اون کس فناتی کم نیست. خوبی گپای خودم بوده. منظور شرح کردم من گپای امیرانه سیوفه، در حالی که همگان خوب میدانند که این شماره هموطنان را رحمانوف و پشتیبانانش که ضد استقلال و ضد آزادی وطن بودند کشتند. شما 1000 بار تلاش کنید هم، اما واقعیت ها را دیگر کردن نمیتوانید. که آتش سیاف میزراب ده اکوشا فهمیدیگه. در جای دیگر این مؤلف که نوشتهش مقال مردمی در رو زدم دیوار کفید را به خاطر کس می آورد شونی می نویسد. ببینید که در 10-15 سال به صاحبی 15-16 رویه اسلام ظهور کرد و جوانان رفته در دانشگاه ها خوانده آمدند و ناآرامی ها با وجود آوردند، حتی ساکنان دیده ها را به هم شوراندند. عیناً همین چیزی که ما سال 1990 دیده بودیم باز تکرار می شود. از همین خاطر جناب عالی اکنون مقابل متعصبان باز هم تمدن آریایی را اعلان کرد که قانون تمدن آریایی باید بنیاد شود. ها گفتی گپا امیرانه سیاف چی که یک کار که مزقتی سر تبشو گفتی گپا وقتی که حیز میبینی خانه دیگون کسی در اومدن نمان، یعنی که وقتی که همو چیزی زردوشت گفته است با هم دین اگه عمل بکنه، همو دینی پیشورد خطی، یعنی که بسیار عجیبی بایده. و همو خاطر اینو باور کن واقعا هم شرم نمیدارن. الله هدایت کنه اینو را. هیچ جوان در دانشگاه های خوانده ناآرامی در کشور ما رو با وجود نآوردن. البته این نویسنده همین مطلب است که از والگاگراد می نویسد. ناآرامی در کشور ما رو عروس پرستان مثل همین اوتای خودت، همین فرانت خلقی و آنهایی که ضد دولت مستقل تاجیکستان بودند آوردن. شما با صحبت های یعنی که کوچکوف افسر سابق گریو که نواری آن در یوتیوب حالا هم هست توجه بکن. امیرانه سیاب خواهی فهمید که جنگ رو کی و به خاطر چی تشکیل کردن. Мы взяли Душанбе, была первая попытка 8 ноября, это, получили пингеры, откатились, вот, провели штабную тренировку, как партизанский отряд даже занимали города. И 11 ноября Душанбе взяли. Что такое? خدا با گاوی و با گرنگی ندوز بهتری خطی نمیتونی تو مردم فریب کنی. این مردم گول و گرنگ نیستن که هر چیزی که شما میگه گپای شما را قبول کنن. این حرف شما که من ایده آریایی مسلمان پیشنهاد کردم یک حرف هوایی و مفت و به پایه است. شما میگوید که من زردشتی ام و دوستم سیاف مسلمان است، وارسته است، اشانزاده است. ببینید که ما نشان داده استادیم که دین پیش راهی دو هموطن را نباید گیرد، سنگ نباید زده شود. به دین همدیگر ما باید دور نشویم، خود را دشمن نتراشیم، گذشته را باید ارج بگذاریم. مثلا سیاف بهترین تبلیغگر ارزش‌های ملی هست، اما مسلمانی کامل یعنی که آریایی مسلمان است. همین ایده آریایی مسلمان این ایده پیشنهادی من است. یعنی که من نمیگویم که از دین بروید و به دین دیگر درآیید. چرا مثلا ترک ها 900 سال خلافتی مسلمانی در دست آنها بودند، میگویند من اول ترکم بعد مسلمان. منفعت های ملی نژادی آنها در مقام اول است. شما به هر دو گوشتان بشنوید که مسلمان و تاجیک یک چیز از تاجیک را از مسلمانی و مسلمانی را از تاجیک جدا کردن اشتباهی بزرگ شماست. بگذار شما زردشتی، بگذار نصارا باشید، اما این حرف های برغلط را که من اول تاجیکم بعد مسلمان بهوده نگو. تاجیک مسلمان است تمام، با آن که یک دو نفر بگذار 1000 و 3000 زردشتی و یا عیسوی داشته باشد، اما تاجیک مسلمان است.
خوب گوش کوی گپورا اپیش خودت گپ نزد. و آخرین اقتباس از این نوشته امیرانه: امام علی رحمان سپهسالار تمدن آریایی است، الله لعنتش کنه. در کشور جنگ زده همسایه افغانستان شبانه روز از خداوند زارا میکنند که کاش مثل سرور ما همین خیل بذات و بخواوند ولدزینو سرور داشته باشند. امروز در سرتاسر عالم وارث یگانه تمدن آریایی جناب عالی است. من فقط سیاست فرهنگی تاریخی معنوی جناب عالی رو دستگیر، حفظ و تبلیغ میکنم و در آخر بار دیگر میگم ما ایمانی کسی رو دزدیدنی نیستیم. هیچ کس هم ایمانش دزدیده هم نمیتونه. تو کی اوخی خیلی شیطانی وسواس خنوس اینه که تو کی شاید ایمانی کسی رو میدزدی؟ کسی را از دین برآوردنی نیستیم. زردشتیه این حزب نهضت اسلام نیست که اعضا شویم. کتاب خواندن در کار و بس آنگه ما میتوانیم. تو یگان قور نمیتونی. خوب ای خاک بر سر این گونه ما میتوانیم. شما بگذار جناب عالیتون سپهسالار رو یگانه باشد، نبیره و بچه خواندی زردشت باشد. اما شما هزاران بار نامعقول کردید که افغان ها آرزوی رحمان رو داشته باشند. راست میگه، واقعا هم افغان ها زدگی رحمان فیشکنبای به ایمون خود و زده 7 دخترداری چند هزار داماددار زدگی هست. افغان ها هیچ وقتی تری دیوس بیناموس نیستن رنگی پیشویت. آرزوی رحمانوف را بجز از شما و چند چاپلوس خوشامدگوی لگن بردار کسی ندارد. ما مردم تاجیک از این گونه راهبر کیها سرشدگی هم. بیزاریم این سپهسالار آریایی تبار با شما بخشیدیم. من امیره شما از آشکار انتخاب کردن اسلام دشمنی با مسلمان ها میترسید و از این راه میخواهید که زهر چکانید. اما دانسته باشید که این عیب و اتهامات شما با اسلام و مسلمین مثل حباب روی آب بس کفک است که به تاثیر و به منفعت است. واقعا درست است برادری والگگردی، واقعا هم پاسخ خیلی جالبش داده است. الله حفظت کنه. یعنی واقعا هم یعنی برادران ما در هر کجای هستند مسلمان هستند. مسلمان هیچ وقت دینش عوض نمیکند. برای چی؟ به خاطری که اون دین است. اون یعنی ما برای همین دینمون در دنیا زندگی میکنیم، نه برای شکم کلون، نه برای یعنی دودمانی کثیف رحمانوف و پلید ما در بخطا رفته. خیلی قطعی اوتاد عمرونه صرف سیاف برای کاری کردن میگیری، برای کارت کردن میگی قطعیش. ولی فیگ اینومی ملت گب نزد، چون که ملت از رحمانوف بیزار است. خوب، بله بیننده عزیز و گرامی، واقعا هم این بود برنامه امروزی ما.